قصص الأوائل عبرة وبيان وبهديه وبنوره نطق الزمان. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ما با نزول این قرآن از سوی خویش بهترین داستانها را که پیشتر از آنها آگاهی نداشتی برایت بازگو می کنیم. كان يوما من حديث يفترى جل الجدي قد أنزل القرآن جل الجدي قد أنزل القرآن جل الجدي. قصه های قرآنی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلات و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. دوستان، بزرگان، مهتران عزیز، هر جای دنیا که هستید شادکام و خوشحال و خوشبخت و با سعادت باشید. موضوع امروزمون موضوع قصه صله رحمه، قصه قابیل و هابیل، دو فرزند آدم. بیایید واقعا تصور کنیم وقتی که آدم علیه السلام از بهشت اومد به این دنیا، همین دنیایی که ما توش هستیم، همین کوها و همین دشت و همین صحرا و همین سختی ها و همین خوشبختی ها. بله حتما خیلی خیلی واسه آدم تغییر کرده بود. البته آدم میدونست که خداوند اون رو از بهشت بیرون نکرد، بلکه اون آورد. اصلا خداوند انسان رو آفرید برای دنیا رو آباد کنه که بعداً بره بهشت. اول بهشت رو بهش نشون داد تا دلگرم بشه و بدونه که واسه چه جایی میخواد خودشو آماده کنه. آدم علیه السلام روی زمین بود و حتما واسه بچه ها خداوند به آدم پسرهایی داد، دخترهایی داد و هوا دو قلو می آورد، یه پسر یه دختر. اولین بچهش هم قابیل بود با خواهرش، بعدش هابیل با خواهرش اومد و همینطور. آدم و هوا واسه بچه هاشون حتما تعریف میکردن تو بهشت و تعریف میکردن چی ها شد چی ها نشد و تعریف میکردن که چطور شیطان اونا رو گول زد. قابیل پسر بزرگ حضرت آدم یه آدم همچون تنبل مزاجی بود و کار کشاورزی رو شروع کرده بود، اما خیلی به تنبلی و به اصطلاح همینجور خودشو میکشید. برعکس هابیل که یکم جوانمردتر بود و خیلی باحالتر. هابیل دامداری میکرد اما خیلی آدم خوب و با خدایی بود و خیلی خوش اخلاق و مؤمنی و همون قدرت هایی که خداوند در اون گذاشته بود اونا رو شکوفا میکرد و ازشون استفاده میکرد. برعکس قابیل که قدرت هایی که خداوند توش گذاشته بود اونها رو نشناخته بود. ما در این قصه میخوایم بفهمیم که خداوند عادله. خدای عادل در هر انسانی قدرت ها و توانایی ها گذاشته. حالا این خود فردک میخواد اینا رو شکوفا کنه، ازش استفاده کنه، یا مثل قابیل میخواد اینا رو له کنه زیر پاش، ازش استفاده نکنه. در هر حال اینها با هم زندگی میکردن، اما شیطان هم همون قولی که داده بود اون رو بهش عمل میکرد. لأزینن لهم. بچه ها بزرگ شدن، سن ازدواجشون رسید و برنامه ازدواج هم اینطوری در شریعت اون زمان بود که قابیل میتونه خواهر هابیل رو بگیره. اون دو قلوها نمیتونن خواهرای همدیگه رو به اصطلاح بگیرن، بلکه اون خواهری که بعدن اومده اونو میتونه باش ازدواج کنه. قابیل باید با خواهر هابیل میتونست ازدواج کنه و هابیل با خواهر قابیل. خب اینا همشون خواهر برادرن، یعنی شکلاشون خیلی خیلی به هم نزدیکه دیگه طبیعتاً. اما شیطان نه، گفت لأزینن لهم. شیطان رفت پیش قابیل گفت آی گول نخوری ها، خواهرتو ببین
چقدر خواهرت خوشگله ها، اینو حابیل میخواد بگیره، اون خواهر اونو ببینه سیاه چرده لاغرو رو اونو میخوای تو بگیری. مثل هم بود از زیاد که با فرقی نداشتن، اما شیطان اونطور لَیُزَیِّنَنَّ لَهُم میکرد، اونا رو به هم گولشون زد. حابیل رو نتونست، دستش به حابیل که نرسید، اونجا هم گفته بود که من نمیتونم، دستم الا عبادک المخلصین، من با عباد مخلص و با ایمان شما یا خدا منان، ای خدا من دستم به آدمای خوب نمیرسه، اما آدمای بد، آدمای شل، آدمای که مهارشون رو میتونم به دست بگیرم لگامشون کنم، اونا رو من باشون کار دارم. و متاسفانه قابیل آقای ما از این مجموعه بود. شیطان تونست اون رو گولش بزنه، حسادت رو توش شعله ور کنه. 6 تا صفات، این صفات 6گانه باعث شد که قابیل تا روز قیامت رمز قتل، رمز جنایت، رمز خودخواهی باشه. این 6 صفت رو با هم مرور میکنیم و سعی میکنیم که یکیشون رو نگذاریم تو ما باشه. 6 صفتی که قابیل رو از بین برد، یکیش تکبر و غرور، دومیش حسادت، سومیش بخیلی، چهارمیش طمع و حرص و آز و پنجمیش لجبازی و ششمیش هم عصبانیت. خب وقتی اومدن پیش پدر و شکایت کردن، خب به هر حال وضع خانواده بحرانی شده، پدر اینها رو نصیحت کرد که شما قربانی بدید در راه خدا تا ببینیم که کدوم پیش خدا عزیزه. خب اومدن قربانی بدن، چیکار کردن؟ آقا قابیله تنبله رفت یکم میزم و از همین کشاورزی ها و یه چیزای بسیار پوچی رو آورد و گذاشت قربانی. برعکسش حابیل رفت یک گوسفند چاق و چله و خوبی رو آورد داد قربانی. قربانی حابیل پذیرفته شد، قربانی قابیل پذیرفته نشد. اینجا بود که اومد گفت لاقتلنک، من شما رو میخوام بکشم، میکشمت، پدرتو در میارم. خب این قابیله، عصبانی، لجوج. خب ببین همین چیزی که خداوند متعال به پیامبر میگه که برای ما و برای بشریت این رو بگو. الان شما تصور کنید همین تصویر آیه قرآنی رو که پیامبر خدا رو داره به اصطلاح میگه وَاتْلُ عَلَیْهِمْ، خداوند به پیامبرش میگه وَاتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ ابْنَیْ آدم، بخون واسه این ملت برای بشریت قصه ابن آدم، دو تا پسر آدم، و بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، از یکیشون قبول شد از یکی دیگه قبول نشد. قال لاقتلنک، گفت که من میکشمت. قال انما يتقبل الله من المتقین، حابیل گفت والله گناه من چیه؟ تو مشکلت با خداته، مشکلت با من چی؟ خدا قربانی تو رو قبول نکرد به خاطر اینکه خودت ناشوری، برو خودتو درست کن. و اما قابیل دیگه تصمیم گرفته بود که من باید تو رو بکشم، میکشمت. حالا و این کارشو هم کرد، رفت و برادرش رو کشت. بله برادرش رو کشت و این جنایت بزرگ رو در تاریخ، اولین جنایت آدمکشی رو قابیل به نام خودش ثبت کرد و از خاسران و از بدبختان و از نیگونبختان شد و برادرش رو کشت و بدین صورت اولین کسی که صله رحم رو شکست قابیل بود. بله صله رحم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم یه روزی با صحابه نشسته بودن، گفتن که ببینید کسی که مشکلی با رحمش داره، با خیشانش مشکل داره، پیش ما نشینه. یک جوونی بود بلند شد زودی رفت پیش خالش و از خالش خواست، گفت که منو ببخشید من در حق شما کوتاهی‌ها کردم و اینا، و خالش اون رو بخشید و این شد که اون از خالش معذرت خواهی کرد. بعد برگشت در مجلس پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. این بود که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بعد از اون فرمودند که کسی که رحمت خدا بر قومی که در اونها یک کسی باشه که با خویشاونداش خوب نیست، با صله رحمش خوب نیست، بر اون قوم رحمت خدا نازل نمیشه. دوستان اگر کسی هست که پیش شماست، نزدیک شماست، مشکل داره با خویشاش، اون رو برید اصلاحش کنید و نگذارید که اون باعث بشه که رحمت الهی بر شما نازل نشه. وقتی که خداوند بشریت رو خلق کرد، رحم اومد پیش خدا، گفت یا الله یا خدا به داد من برس از اینایی که منو به من نمیرسن، قطع صله رحم میکنن. خداوند متعال به رحم گفت ای رحم
آیا راضی نمیشی که هر که صله رحم کرد من هم اونو دوست داشته باشم، با اون باشم، و هر کس که قطع صله رحمش کرد من هم اون رو قطعش کنم، از دربار کرم خودم، از سخاوت خودم اون رو محرومش کنم؟ اون وقت بود که صله رحم گفت بله بله خدایا من راضیم، اگر قرار رضایت شما بر رضایت من گره بخوره، شادی شما، خوبی شما، خوشی شما با خوشی من گره بخوره، من راضیم. اگه خشم شما بر کسی که منو قطع صله رحم کرد، من راضیم. یه میان برنامه میبینیم و برمیگردیم و ادامه ماجرا رو با هم دنبال میکنیم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. و بگو حق آمد و باطل نابود شد، بیگمان باطل نابود شدنی است. وصال حق، اسلام ناب به دور از خرافات. عرض سلام مجدد. بله، قابیل کار خودشو کرد، گفت که من میکشمت و آخر هم دست به جنایت زد و برادرش رو کشت. برادرش رو کشت، بعد از اون اومد چی کار کنم چی کار نکنم، چه غلطی کردم، اومد که پشیمون بشه. اما پشیمون از چی؟ پشیمون از جنایتش توبه نکرد. اما این بود که چی کار کنم حالا. این بود که جسد برادرش رو بلند کرده بود این ور اون ور میرفت، نمیدونست چه کار کنه، تا اینکه یک کلاغی اومد، یک کلاغ مرده‌ای بود، اینو گرفت، چاله‌ای کند، انداخت توش و بارش داد و قابیله همچین داره نگاه میکنه، ای بابا من از این کلاغم کمترم، عقلم به اندازه این کلاغم نیست. شروع کرد احساس میکنه که چقدر انسان ناچیزیه و چقدر اشتباه بزرگی کرد و به هر حال این حسادت بود که این مرد رو مجبور کرد که به هم دست همچین کاری بکنه. اون لجاجت که میکشمت آخرش هم کار خودش رو کرد. این غرور و تکبرش که نخواست حرف حق رو گوش کنه و همیشه میگفت که من باید از تو بهتر باشم. همیشه افرادی که اون قدرت‌های خداداری رو در خودشون ازش استفاده نمی‌کنن، آدمای تنبل همیشه حسودن. وقتی میبینن کسای دیگه دارن پیشرفت میکنن میگن من چرا پیشرفت نکنم. همیشه میخواد که یا همه مثل خودش تنبل باشن یا همه مثل خودش بدجنس باشن، یا اینی که به اصطلاح نخواد که دیگران هم به اصطلاح رشد کنن. حسادت یک بیماری بسیار بسیار مهلکی است که ما دیدیم چطور این قابیل بدبخت با این حسادتش به این خسران و بدبختی رسید و برادرش رو اینطوری کشت. این بود که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم همیشه به ما رو نصیحت میکرد و میگفت ایاکم والحسد، از حسادت دوری کنید، چرا که حسادت همونطوری که آتیش هیزمو از بین میبره، حسادت حسنات و نیکوهای انسان رو از بین میبره. این حسادت اولین گناهی که خداوند با اون نافرمانی شد در روی زمین همین حسادت بود. حسادت بود که باعث شد شیطان نافرمانی خدا کنه و ملعون و طرد شده بشه از رحمت الهی، و حسادت بود که باعث شد قابیل بیاد برادرش رو بکشه. و این بود که ما همیشه در قرآن هم میخونیم قل اعوذ برب الفلق، آخرش من شر حاسد اذا حسد، از حسادت و اینا دوری کردن. حالا اگر کسی قلبش حسادت داشت، چطور این حسادت و این حسودی رو از قلبش دور کنه؟ باید همیشه یادآوری کنیم، به خودمون تذکر بدیم بابا با حسودی نمیتونی به جایی برسی، با حسودی نمیشه کاری کرد. به حسادت باعث میشه که خودت داغون بشی، به کسی دیگه ضرر نمیتونی برسونی، مگر اینکه حرکت کنی باز حسادت باعث بشه مثل قابیل بری یک حماقتی رو انجام بدی و برادرت رو بکشی یا به یک دوستی یا عزیزی ضرری برسونی. اما در خود همین حسادت تو رو نابود میکنه. همینی که چشمت بیکیده باشه چرا اون اینطور شده، من باید برسم به اون، این نباید به این نعمت برسه، نباید موفق بشه، نباید فلان بشه. وقتی احساس کردی دیگران موفقیتی رسیدن، پیروز شدن، چیزی به دست آوردن، دوستت، رفیقت، برادرت رئیس شد، مدیر شد، یک عالمی شد، دانشمندی شد، پولی به دست آورد، ثروتی به دست آورد، تو خوشحال شدی از موفقیت‌های دیگران،
بدون که تونستی این حسادت رو از قلبت پاک کنی. و همیشه باید بدونی که این حسادت از صفتهای یهودیان و موذیانه. مگه نه وقتی که اهل کتاب میدیدن کسی مسلمون میشد میومدن از باب حسودی میخواستن کاری کنن که اونو گمراهش کنن که چی؟ ما که بعدیم دیگران هم بد باشن. نمیخواد خودش رو اصلاح کنه. قابیل میتونست خودش رو اصلاح کنه، اون قدرت هایی که توش هست اونها رو به کار بگیره و موفق بشه، اما نه واسه خودش خیر میخواست نه واسه دیگران. اما وقتی که ما میایم تو صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تو قرآن میبینیم قرآن چطور انصاریا رو مدح میکنه. انصاریا اونهایی بودن که وقتی مهاجرین اومدن خوشحال شدن از موفقیت های مهاجرین، خوشحال شدن، حسودیشون نکردن، هیچ تو قلبشون هیچ کینه و حقد و حسادتی بر علیه اونها نداشتند. والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم، اونایی که به طرفشون هجرت کردن دوستشون دارن. ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا، حسادت نمیورزند از این چیزی که موفقیت هایی که انصاریان به اون رسیدن. اگر حسادت تو قلبت هست، ایمان تو قلب انسان، حسادت و ایمان، حسودی و ایمان جمع نمیشه. معنای کسی که حسوده یعنی اینی که ایمانش ضعیفه، باید بره ایمانشو درست کنه. کسی که حسوده یعنی اینی که اخلاصش کمه، کارش واسه خدا نیست، باید بره رابطه خودش رو با خداش درست کنه. اخلاص و همه کارا همه چیز مد نظرش خدای یکتا باشه و رضایت پروردگار یکتا و اون روح و قلب موسی رو داشته باشه. وقتی موسی رو پیامبر خداوند متعال به پیامبری انتخاب کرد چی گفت؟ گفت یا خدایا برادر منم با من بفرست، اون خیلی بهتر از من میتونه حرف بزنه. شروع کرد تعریف میکنه برادرش رو که اون رو خداوند هم به پیامبری انتخاب کنه، نه اینکه من پیامبر شدم، من موفق شدم، اون بشه هر چی که میخواد بشه. نه. وقتی که از روزها پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن که اگر کسی رو میخواید از اهل بهشت ببینید فلانی ببینیدش. 3 روز تکرار این طرف رو پیامبر اهل بهشت معرفی کرد. آخرش یکی از صحابه عبدالله ابن عمرو گفت من برم ببینم این چیکار میکنه. رفت خونهش، 3 شبانه روز مهمونش شد، دید بابا این چیز کار خاصی نمیکنه. اومد گفت که آقا شما چیکار داری میکنی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم 3 بار به شما مژده بهشت داد؟ والله همینی که دیدی. بعد بلند شد رفت گفت والله من چیز خاصی ندیدم. همین که رفت گفت یه چیزی هم هست، البته اینی که من حسادت هیچ کسی رو تو دلم نمیذارم، از هیچ کسی حسودیم نمیشه و هیچ مسلمانی رو گول نمیزنم، هیچ انسانی رو من گول نمیزنم. خب گفت بله پس همینه چیزی که شما رو پیش خدا عزیز کرده. و اگر حسودی رو میخوای از در قلبت از بین ببری، همیشه واسه اون کسی که ازش حسودی داری واسه اون دعا کن و از اون بیشتر بخوا، واسهش بیشتر بخوا. اگر مال و ثروتی داره دعا کن که خداوند مال و ثروتشو بیشتر کنه. اگر دختر خانومی هستی و از دوستت حسودی میشه که خوشگله، دعا کن که خوشگل‌تر بشه. اگر دوستت موفق در کارش در زندگیش، دعا کن که موفق‌تر باشه تا قلبت عادت کنه که حسودی کسی رو به دل نگیره. و همچنین همیشه به زیر دستان توجه کن در دنیا و در مال و ثروت و به اونایی که در موفقیت‌های آخرتی در رسیدن به رضایت الهی از تو پیش شدن، به اونها برسی و خودت رو با اونها قیاس کن، خودت رو با پیامبران و با صحابه اونها قیاس کن. انشالله در جلسه بعد قصه دیگه ای خواهیم داشت از قصه های قرآن کریم و شما رو میخواییم که با ما همراه باشید. قصص الأوائل عبرة وبيان وبهديه وبنوره نطق الزمان